سلام، وقتتون بخیر. اگر مالکی هستید که قصد دارید ملکتون رو اجاره بدید، به 3 نکته اساسی باید توجه کنید که نکته سوم از همه مهمتره. نکته اول، شما برای قرارداد اجاره باید 2 شاهد داشته باشید که قراردادتون رو امضا کنن. چون اگر 2 شاهد داشته باشید، موقعی که مستاجر موعد تخلیه‌اش فرا رسید و نخواست تخلیه بکنه، شما میتونید تخلیه فوری بگیرید و نیاز به طی کردن مراحل دادرسی نیست. نکته دوم، حتما در قرارداد اجارتون ذکر کنید که اگر مستاجر اجاره هاش رو به موقع پرداخت نکرد یا قبض آب و برق و گاز پرداخت نشده بود، مالک میتونه از ودیعه‌ای که در نزدش هست این مبالغ رو کسر کنه و بقیه مبلغ ودیعه رو موقع تخلیه به مستاجر برگردونه. نکته سوم، حتما قرارداد اجارتون رو در سامانه کاتب ثبت کنید.